دوست پسر سابقت نیست وحید؟ ای چرا خودشه؟ چه دم و دستگاهی به هم زده. کنم پولدار شده. یه دقیقه برم حاجش. سلام وحید. زنگ میزنم بهت. سلام فهیمه خانوم. خوبی؟ چقدر تغییر کردی؟ یادت 3 سال پیش به خاطر بی پولیم چجوری ولم کردی رفتی؟ خب اون موقع شرایط اوکی نبود. حالا گذشته رو ولش کن، بیا با هم یکم بیشتر صحبت کنیم. باشه. اینجا رستوران خودمه، بریم یه غذایی بخوریم و ادامه حرفامونم بگیم. وایسا. بیا دیگه خجالت نکش. آقا خسته نباشی. یه زحمت میکشی، من با دوست دخترم اومدم، خیلی حیاتیه. بگی اینجا مجموعه منه. خب به خدا جبران میکنم برات. اشکال نداره، فقط دردسر درست نکنی ها. نه اصلا خاطر جمع. زود تمومش کن. چی کار داری میکنی؟ هیچی، شما میز آخر بشین، غذا میاد الان. سفارش ما رو بگین سریع آماده کنن، کارا هم همه مرتب امروز باید انجام بشه. ابله داداشمه.